در دایره سفر کاری به ناحیه عبدالرحمن جامی، رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید از فعالیت کارخانه پخت تازه‌کنی جمعیت دارای مسئولیت محدود بابای اسام‌الدین بازدید به عمل آورد. اطلاع داده شد که در این کارخانه قبول و کارکرد پخته خام با استفاده از دستگاه‌های معاصر پخت تازه‌کنی به راه مانده شده، تمام مرحله‌های تازه‌کنی، نخ، جداکنی تخم و آماده کردن محصولات نهایی در سطح بلند تکنیکی انجام داده می‌شود. رئیس ولایت با روند قبول پخته، امکانات‌های استحصالی کارخانه و شرایط مهنت کارمندان از نزدیک شناس گردید. ضمن صحبت با مسئولین کارخانه ذکر گردید که تأسیس چنین کارگاه‌های استحصالی در برابر افزایش اقتدار اقتصادی ولایت، همچنین باعث تأسیس جای‌های نوی کاری، افزایش درآمد اهالی و رشد ساحه پخته‌کاری می‌گردد. تاکید گردید که هدف اصلی راهبریت عالی مملکت دستگیری دهقانان و فراهم آوردن شرایط مساعد برای کارکرد اشیاء خام محلی میباشد. رئیس ولایت اصرار داشت که باید تمام امکانات‌های موجوده برای بلند برداشتن صفت پخته، استفاده ثمرناک تکنیک‌های کشاورزی و بهتر کردن مناسبت‌های همکاری بین خواجگی‌ها و کارخانه‌های پخت تازه‌کنی سفربر کرده شوند. در این کارخانه همزمان رئیس ولایت دولتعلی سعید در مراسم هوسمندگردانی خواجگی‌های پیشقدم پخته‌کار که دورنمای استحصالی پخته را اجرا نمودند شرکت ورزید. در این چاره‌بینی دهقانان فعال، راهبران خواجگی‌های موفق و مکانیزاتوران بهترین برای زحمت صادقانه و سهام‌گذاری در تامین رشد اقتصادی کشور با سپاسنامه، افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی شدند. ضمن صحبت صمیمی با دهقانان و راهبریت ولایت تاکید داشت که پخته‌کاری همچون یکی از سمت‌های مهم اقتصادیات کشور باید با استفاده از اصول‌های نو اگرتکنیکی و تجربه پیشقدم رشد داده شود. اظهار گردید که حکومت مملکت و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان من بعد نیز تمام چاره‌ها را برای دستگیری ساحه، بلند برداشتن سطح زندگی دهقانان و تقویت پایه‌های اقتصادی راه‌اندازی خواهد کرد. دهقانان برای توجه و دستگیری پیوسته راهبریت ولایت اظهار منتداری نموده وعده دادند که من بعد نیز با زحمت صادقانه برای اجرای نقشه‌های کشاورزی و تحکیم پایه‌های اقتصادی ولایت کوشش خواهند کرد. در ادامه سفر کاری به ناحیه عبدالرحمن جامی، رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید همزمان از جریان کارهای عموم‌فرشنمایی در دهه پراودای جماعت دیهاتی وخشان بازدید نمودند. راهی که مورد نوسازی قرار دارد زیاده از 1 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. طبق معلومات پیشنهاد شده، کارهای از نوسازی راه مذکور با تشبث ساکنان محلی انجام داده شده. این اقدام همچون نمونه واضح حس بلند وطن‌دوستی و میهن‌پرستی اهالی ارزیابی می‌گردد. ضمن بازدید رئیس ولایت با ساکنان محل صحبت انجام داده برای سهم شایسته آنها در کارهای آبادانی و بنیادکاری اظهار سپاس نمودند. همزمان تاکید گردید که چنین تشبث‌های سازنده ارزش بلند اجتماعی و تربیوی دارد.